مالدینی میگه مارادونا و رونالدو سخت‌ترین مهاجمایی بودن که روبروشون قرار گرفته. مورینیو اونو بهتر از مسی و CR7 میدونه. بوفون میگفت قطعا تو آزمایشگاه ساخته شده. بقیه هم از یه موجود مریخی حرف میزنن. کسی که رسیدن توپش نصف راه رسیدن به گل بود و بقیه‌شو خودش به خوبی انجام میداد. مریخی تو 20 سالگی بهترین بازیکن جهان شد و توپ طلا رو با اختلاف یه رأی به سامر باخت. سال بعد با فاصله توپ طلا رو گرفت و جوان‌ترین کسی که این جایزه رو برده. جام جهانی 98 برزیل جامو به خاطر ماجرای تشنج رونالدو قبل از فینال از دست داد. 4 سال بعد خودش همه چیزو جبران کرد و با آقای گلی برزیل رو به قهرمانی جهان رسوند. رونالدو تو 3 تیم مختلف بهترین بازیکن جهان شده. موراتی برای داشتنش رکورد گران قیمت‌ترین انتقال تاریخو شکونده و هم با رئال و هم با بارسا آقای گلی لالیگا رو به دست آورده. به جز معصومیت هیچ چیزی نمیتونست این پدیده تکرار نشدنی رو متوقف کنه.